و خدا را شاکریم که به من شما توفیق داده که در این وقت که در هر جای دیگری میتونستیم باشیم توفیق داده که بر مائده قرآن زانو بزنیم و تا از فرامینش، از نورش، از هدایتش، از خورشید معنویتش برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار خود سود ببریم. خداوند ما و شما توفیق علم و عمل نصیب بفرماید. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه شریفه سوم از سوره رعد که امروز جلسه چهارم را روی این آیه مبارکه میگذرانیم. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجا. ببخشید، یک آیه سوم شروع شد، آیه دوم هستیم. آیه دوم: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو پس آیه دوم از سوره رعد. خداوند یکتاست، رب جهان، همان کس که افراشت 7 آسمان، برافراشت در آسمان ها ستون که چشم است از دیدن آن زبون. پس از آن بیاراست عرش عظیم، خداوند یکتا، خدای حکیم. به تسخیر آورد خورشید و ماه، بود هر یکی را مداری و راه. نظام جهانی است یکسر درست، بنایش بود محکم و نیست سست. نشانهای حق را سلیس و عیان، به تفصیل فرموده یزدان بیان. که شاید به دیدار پروردگار، بگردید مؤمن به روز شمار. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. در این آیه همچون که اهل علم میگویند، همچون که از سیاق و سباق آیه مشخصه، خداوند متعال اینجا خبر از این میده که متفرد و یگانه در خلقت اوست، تنها اوست خالقه، هم در خلقت، هم در تدبیر، هم در عظمت و هم در ولایت و حکومت. چون خالق اوست، مدبر اوست، عظمت و سلطنت از آن اوست، امر هم از آن اوست. پس یک بچه قرتی به نام امام زمان درست کردن و صاحب امر دونستن کار ابلیس های امام تراشه، سراسر ضد قرآنه. چرا خداوند این صفاتشو ذکر میکنه؟ برای که همه این صفات دلالت بر این میکنه که تنها معبود راستین خداونده، ذاتی که شایسته عبادت تنها اوست، شایسته مدد خواهی است، شایسته کمک خواهی است، تنها اوست. مریض کننده، شفا دهنده، روزی دهنده، روزی گیرنده، همه کارها، همه امور دست اوست.
مشرکان امام تراش یا پیغمبر پرست یا قبر پرست یا پیر پرست چون خدا را نشناخته‌اند، از راه قرآن خدا را نشناخته‌اند، همه این صفاتو با قلوب و افراد و بزرگ پرستی خود به بزرگان خود، به بت‌های بزرگ شده خود داده‌اند، بزرگانشان را بت کرده‌اند، در صورتی که قرآن همه این صفاتو مخصوص خداوند میدونه. برکه الله الذی رفع السماوات، این آسمان ها با این عظمتش، با این وسعتش، خداوند با تنها به قدرت خودش اینا آفریده، اونا بدون هیچ ستونی، به غیر عمد ترونها. شما ستونی نمیبینی زیرش، اگر ستونی می بود اونو میدیدید، چشم داری شما. و بعد از اینکه آسمان و زمین رو خلق کرد، بر عرش مستولی شد که اینو امروز بیشتر توضیح میدم که استوای بر عرش یعنی چی. عرش بالاترین مخلوقه و استوای خداوند مناسب با جلالتشه، مناسب با کمالشه، ما نمیدونم چطوریه. ولذا مردم همچون که شاگرد برجسته شیخ الاسلام ابن تیمیه یعنی امام ابن کثیر میگوید، میگه مردم در این مورد، مردم مقصود اینجا که علما، یعنی در این مورد نوشته های زیادی دارند، اختلاف زیادی کردند، لیکن بهترین راه در این مورد همونه که صدر این امت صحابه و تابعین و تبع تابعین رفتند، هم ائمه اربعه، مالک، اوزاعی، ثوری، لیث بن سعد، شافعی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راهوی و بقیه ائمه مسلمین، چه در قدیم چه در جدید. یعنی که این صفات همچنان که وارد شده بدون هیچ تشبیهی، خداوند مستولی شده براش، چگونه ما نمیدونیم، خداوند دست داره چطوری ما نمیدونیم، در قرآن چون این چیزای ذکر شده بدون تکییف، بدون تشبیه، بدون تعطیل، بدون کیفیت، بدون اینکه او رو به مخلوقاتش تشبیه کنیم یا اینکه صفاتش رو تعطیل کنیم، کاری که معتزله و وارثان شیعه که وارثان کلامیشو که بعضی از اون وارثان شیعیان هستن در این مورد که صفات خدا را تعطیل میکنن. همه کلامیان صفات خدا رو به نسبت متفاوت تعطیل میکنن، اما اونچه که ظاهرا از این صفات در ذهن میگذره از خداوند بعیده، دوره، نباید چون تصوری داشت، بلکه هیچ مخلوق شبیه خداوند نیست. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیزی شبیه او نیست لیکن سمیع و بصیره. آقا یعنی چه سمیع و بصیره؟ سم داره، گوش داره، بس چشم داره، این چرت پرتا چیه؟ قرآن فرموده سمیع و بصیر، تمام شده رفت. نه سم داره، سم لازمه سم اینه، لازمه چشم اینه، این همش عقل بازیه، یعنی عقل را در میدانی دخالت دادن که میدانش نیست. اینجا میدان وحی باید تسلیم شد. همه اینا رو خداوند فرموده، شما قبول میکنید، باید قبول کنید. ولیس کمثله شیء، و هیچ چیز شبیهش نیست. چرا سمیع بصیر رو تعویل کنید؟ بلکه همچنان که ائمه اسلام گفتند، از جمله نعیم بن حماد خزاعی، شیخ بخاری، من شبه الله بخلقه فقد کفر، هر کسی خداوند را شبیه به مخلوقات تشبیه کند کافر شده. و من جحد ما وصف الله به نفسه فقد کفر، و هر کسی که آنچه را خداوند خودش را بدان وصف کرده انکار کنه بازم کافر شده. و اون چرا که خداوند جل جلاله خودش را بهش ذکر کرده، وصف کرده، یا رسولش، درش هیچ تشبیهی نیست. و هر کسی که آنچه را که خداوند ذکر کرده در آیات صریح یا در اخبار صحیح پیامبر ذکر فرموده،
بر خداوند ثابت کنه به همون شکلی که لایق خداونده و خداوند از نقایص منزه بدانه، راه هدایت همینه، راه درست همینه. همه مذاهب ضاله این راه نرفتن، از جمله مدعیان تشیع. اینجا خداوند سبحانه و تعالی از کمال قدرتش، از عظمت و سلطنتش خبر میده که به اذن اوست و به امر اوست که این آسمان های عظیم بدون هیچ ستونی برافراشته شده، بلکه به اذن او، تسخیر اوست. اونها رو آسمان از زمین چنان دور کرده که هیچ کسی یارای رسیدن بهش نداره. بنا بعضی از روایت ها آسمان دنیا محیط به همه کره زمینه با ماحولش، از آب و هوا و غلاف جوی، یعنی اونچه که میگیم اسمش غلاف جوی میذاریم، از هر جهت، از 4 طرف یا از 6 طرف، بالا پایین و از هر طرف هم فاصلش تا زمین یک اندازه. ما بین آسمان و بین زمین از هر طرف 500 سال راهه و خود ضخامت آسمان 500 سال راهه. این آسمان اول. آسمان دوم همچنین. آسمان دوم آسمان اول و کره زمین و همه را احاطه کرده و بین آسمان دوم دوباره 500 سال راهه و ضخامت خود آسمان دوم هم 500 سال راهه. 500 سال بعد آسمان سوم به همین تعداد، آسمان چهارم، آسمان پنجم، آسمان ششم، آسمان هفتم. همچنان خداوند در سوره طلاق آیه 12 فرموده: الله الذي خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. خداوند 7 آسمان رو خلق کرده و از زمین مثلشو، امر بینشون نازل میشه تا بدونید که خداوند بر هر چیزی قادره. دوزان دینی، رهزنان دینی، همونهایی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که بر سر هر کدوم از این فرقه ها، از این راه ها یک شیطان وایساده که مردم سوی خودش دعوت میکنه. و امروز راه شیطان متاسفانه، یکی از راه های شیطان، نعوذ بالله نام نامی حضرت جعفر صادق را به خود گرفته است. همه بدعت ها را، همه راه های ابلیسی رو میرن به اسم امام جعفر صادق تمام میکنن. راه های ابلیسی زیاده البته. و همه اینها برای چیه؟ همه این قدرت نمایی رو خداوند برای چی میکنه؟ برای که بری سوی امام هپرود، بری سوی ابو عج و ابو کج و امام زمان و صاحب امر و کوفت زهرمار؟ نه خیر، این قدرت نمایی رو برای این میکنه لتعلموا ان الله على كل شيء قدیر. خداوند تا بدونید که خداوند بر هر چیزی قادره و این که خداوند علمش محیط بر همه چیزه. همه این کارها رو کرده، اومده 14 خدا درست کرده، عیسی رو خدا کرده یا عزیر رو خدا کرده یا رهبران صوفیه رو خدا کرده، صفات خدایی داده. هر کسی از این افکار ملوث در ذهنشه بدون که از اسلام بویی نبرده، هر چه زودتر با توحید، با آب توحید خودش را غسل بده، بلکه این افکار از هزاران معصیت خطرناکتره. افکاری که در تشیع هست، در تصوف هست، در عیسی پرستی هست، در عزیر پرستی هست، هزاران بار، میلیون ها بار از گناهان عادی یا گناهان کبیره حتی بدتره. از شراب خوردن، از نمیدونم دروغ گفتن، از همه اینا بدتره. شرک بالاترین گناهه. ولذا پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این همه توصیه کرده که از شرک دوری کنید. سراسر قرآن جنگ با شرکه. در حدیث صحیح است که
ما السماوات السبع وما فيهن وما بينهن في الكرسي الا كحلقة ملقاة في ارض فلات. آسمان های هفتگانه با این عظمتش، هر آسمانی آسمان دومو احاطه کرده، یه دایره. 500 سال راهشه، فاصله شون، یعنی 500 سال ضخامت خودشه، 500 سال. این سال چه سالیه؟ سال نوریه، سال به حساب خداونده، سال روی کره زمین خدا داند. خب و با این وسعت همه اینها در مقابل کرسی، آیت الکرسی رو که میخونیم، مثل یک حلقه است که در یک صحرای افتاده باشه. و الکرسی فی العرش که تلک الحلقه فی تلک الفلات. و کرسی نسبت به عرش خداوند باز همچنین. و در روایت دیگه هست که عرش و جز خداوند کسی نمیتونه تقدیرش حتی بدونه. و از بعضی از سلف هم از صالحان اومده که بین عرش و بین زمین مسیر 50,000 سال راهه. و اینجا خداوند سبحانه و تعالی وقتی که از کیفیت خلقت آسمان ها و زمین حرف میزنه، آسمان ها و زمینی که در آسمان ها ببخشید بخصوص که در دسترس من شما نیست، ولی کیفیتش رو باید از اونا از خالقش بگیریم. و قبل از اون به ما دلیل داده بر صدق اون چه که اینجا آورده. اون از خود ما به ما استشهاد کرده که نفساتون رو نگاه کنید که آیه های خداوند در نفستون هست. اینجا الله الذی رفع السماوات بغیر عمد، کلمه سماوات این جمعه. در آیه دیگه میفرماد که در سوره فصلت آیه 12 فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحى فی کل سماء امرها. خداوند مقدر کرد که 7 آسمان در 2 روز. چه روزهایی؟ روز به اندازه به مقدار کره زمین مثلا یا کره مریخ، روزهایی که پیش خداونده که از روز 1000 ساله. و در 2 روز 7 آسمان رو امرشو پرداخت، درست کرد. و اوحى فی کل سماء امرها، در هر آسمانی امرشو بهش وحی کرد. قدیم ها می گفتند که مقصود از 7 آسمان سیاره های 7گانه اند: خورشید، ماه، عطارد، زهره، مریخ، مشتری. لیکن گویندگان این قول زنده بودند که خداوند تکذیبشون کرد، برای که ستاره شناسان دیگری کشف کردند، سیاره های دیگری کشف کردند، مثل نپتون، پروتون. و اگرچه اونها این قول رو به حسنیت گفته بودند، به اینکه قرآن رو به علم ربط بدن، لیکن سبحان الله معصوم کسی نیست. و خداوند سبحانه و تعالی توضیح داده که خورشید و ماه و بقیه کواکب زینت آسمان دنیان. خب بقیه آسمان ها طبیعتشون چطوره؟ زینتشون چطوره؟ ثم استوى علی العرش، همچون که عرش شد. این یکی از مهمترین قضایای کلامی بین اهل سنت و اهل توحید و بین علمای کلام. اینجا وقتی میگیم اهل سنت مقصود شیعه نیست، مخالفش، یعنی اون کسانی که در عقاید به سنت چنگ میزنند. با الا معتزله که عقل گرایی ترین، به قول استادمون شیخ عطیه سالم، عقلی ترین و عقل گراترین مکتب در اسلام هستند. عقل مقدس میدونن، عقل حتی بر وحی هم غلبهش میدن، وحی تعویل میکنند به نفع عقل.
و این روش در اروپا به قول اقبال لاهوری خدا رحمتش کنه یک دین آسمانی دیگر رو تحریف کرد با همین روش. عیسویت چطوری تحریف شد؟ با همین روش، از راه فلسفه، از راه منطق. و جالبه دنباله سخن اقبال که میگه که فلسفه ملا صدرات در ایران همین کار رو به اسلام کرده و عرض اینه که وقتی میگیم اهل سنت در معتزله مثلا خواستگاهشون از زمینه سنی برخواستن، شیعه نبودن، یا اشاعره یا ماتریدیه، اشعریان و ماتریدیان مجموعاً سنی هستند، لیکن بعضی از عقایدشون مخالف سنته، بعضی از عقاید اونجا یک تعویل میکنن. اینجا وقتی میگیم اهل سنت یعنی کسانی که مثل صحابه و تابعین به سنت چنگ میزنن در امور عقاید، نه به مثلا امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ماتریدی نبود امام شافعی اشعری نبود. امروز اکثر شافعیان اشعری در عقیده اشعری هستند، اکثر احناف عموما اکثرا ماتریدی هستند. امام ابو حنیفه ماتریدی نبود. خب شما برادران حنفی، برادران شافعی، شما وقتی فقهتون رو از ابو حنیفه و شافعی میگیرید، خب عقیدتون چرا از اون نمیگیرید؟ کی گفته که امام ابو حنیفه ماتریدی مذهب بوده؟ اینجاست که در دامن تشیع میافتند به جنگ اهل سنت به نام وهابیت. و اینجاست که شیطان بازی میکنه، دنیا پرستی بازی میکنه و آخر شیعه به عنوان یک کپتار، به عنوان تشیع، ببخشید نه شیعه، چون من عموم شیعه رو دور میکنم از این موضوع، یا مدعیان تشیع مثل یک جهنمی که همه چیزو میبله، از هر کسی سوء استفاده میکنه بر ضد دیگری. و پس این موضوع کلامی حساسیه. علمای کلام بسیار در این مورد مناقشه کردند که موضوع استوا چیه، موضوع عرش چیه. لیکن برای که قضیه رو به ذهن نزدیک کنیم، بفهمیم، باید الفاظی رو که در این مورد در قرآن اومده از قرآن پیدا کنیم و معانی این الفاظ روش دقت کنیم، بعدش بشینیم بحث کنیم. و اما بدون که این معانی رو بررسی کنیم تعصب به خرج بدیم درست نیست. مثلا معنی استوا، معنی عرش، کلمه استوا را در قرآن وقتی استوا در قرآن دنبالش میدیم، در آیات متعدد میبینیم که یک جا به معنی رسیدن اومده، رسیدن، پختن، بالغ شدن. مثلا ولما در سوره قصص آیه 14 ولما بلغ اشده و استوا، اینجا استوا، آتیناه حکما و علما، وقتی قوی شد، پخته شد، به نضج رسید، بهش حکم و علم دادیم. اینجا خب مشخصه، یعنی بالغ شدن، یعنی قوی شدن، یعنی که به بلوغ عقلی رسید. این استوا برای انسان، نسبت انسان البته. وقتی انسان به بلوغ عقلیش برسه میتونه مثلا ازدواج کنه، میتونه تولید مثل کنه و این استوا نسبت به انسانه. دوباره در سوره نجم آیه 6 و 7 میخونیم ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلی. فاستوى اینجا به معنای بالا رفت و مقصود اینجا حضرت محمد صلی الله علیه و حضرت جبرئیل علیه السلام، که یعنی به طرف به افق اعلی رفتن. یا در سوره بقره آیه 29 میخونیم ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. خداوند به آسمان پرداخت و اونها رو 7 آسمان درست کرد، 7 آسمان برافراشت. ولی یک مسئله که خیلی مهمه، این استوای خدا را مثل استوای بندگان اصلا در ذهن نگیریم. نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و استوا یعنی صعود کرد. خداوند اینجوری نیست.
برای که ما ذاتشو نمیدونیم تا صفاتشو بدونیم، هیچ چیزی در ذهنمون نمیذاریم. استوا رو قبول میکنیم، آیه قرآن رو قبول میکنیم بدون هیچ تشبیهی، ولی مثل علمای کلام، مثل گمراهان تعویلش نمیکنیم، تعطیلش نمیکنیم. برای که استوای خداوند مثل استوای بشر نیست و هر چیزی از صفات خدا رو که ذکر میکنیم این آیه شریفه همیشه در ذهنمون باشه. هر صفتی از صفات خدا رو، آیه 11 سوره شورا، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیزی شبیهش نیست و هو سمیع و بصیره. پس استوای خداوند به آسمان استوایی است که لایق ذاتشه، استوای مطلقی است که از که غیر از استوای بر عرشه. اینجاست که این کلمه استوا بر انسان وقتی به کار برده شد یک معنا داره، بر انسان و بر فرشته به کار ببریم یک معنا داره، استوای خداوند بر غیر عرش یک معنا داره و استوای خداوند بر عرش یک معنا داره، بستگی به سیاق آیه داره. استوای بر عرش در قرآن کریم در 7 موضع اومده، در سوره اعراف، سوره یوسف، رعد، طه، فرقان، سجده و حدید. ذکر عرش در قرآن کریم نسبت به خداوند 21 بار اومده. همین نه عرش یعنی تخت. نسبت به بلقیس مثلا که مخلوق انسانه 4 بار اومده. مثلا در سوره نمل میخونیم ولها عرش عظیم، یک عرش بزرگی داره. در آیه 23 آیه 38 میخونیم ایکم یاتینی به عرشها، کیست که تخت او رو بیاره، عرش او رو بیاره. یا در سوره 41 که نمل میخونیم نکروا لها عرشها، در سوره هکذا عرشو، که این نسبت به کی؟ نسبت به بلقیس. یا به نسبت به یوسف علیه نبینا السلام و رفع ابویه الی العرش، در سوره صد سوره یوسف خوندیم که والدینشو بر عرش گذاشت. ولذا آدم بپرهیزه که استوای خداوند نسبت به عرش رو مثل بشر ندونیم که بگیم که آقا عرش اینجا استوا معنای پختنه، مگه خداوند ناپخته بوده، کمال نداشته بعدا به کمال رسیده؟ ولذا علمایی که محققاً دقت میکنن این معانی رو که در قرآن کریم 7 بار ذکر شده میگن که کما یلیق بجلاله و صعود بر عرش، اینکه یک حرکت انتقالی باشه از وضعی به وضع دیگه، درباره خدا اینطوری فکر نمی کنن. ولذا معانی که نسبت به این کلمه در عرف بشری من شما وجود داره نسبت به خداوند اصلا مناسب نیست. ولذا بعضی از اهل علم میگن که این لفظ ما میگیریم همچون که در قرآن آمده، لیکن آیا این لفظ به دور از آیه شریفه لیس کمثله شیء میگیری؟ کسی نمیتونه این کارو بکنه. هر چی که از آیات قرآن در راجع به صفات خداست اینو باید در پرتو این آیه بفهمیم که هیچ چیز شبیه او نیست. ولذا اهل علم، اهل دقت، اهل تحقیق از قدیم گفتن الاستواء معلوم، استوا در زبان عربی معنی معلومه، کیفیتش مجهوله. سوال از این کیفیتش بدعته. چرا؟ برکه معاشران رسول خدا صلی الله علیه و سلم، کسانی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دستشون رو از گودار جاهلیت گرفت به قله عظمت انسانیت رسوند، اصلا یک بار این سوال نکردن، با وجود که از بسیاری از امور سوال میکردن. مثلا در یسألونک بسیاری در جای قرآن میخونیم، یک بار نگفت یسألونک عن الاستوا، یسألونک عن العرش. یعنی که بنا به قریحه و ملکه عربیشون میفهمیدند که این استوا
چیزیست که براسته به ذات خداونده، ولذا اصلا سوال نکردن. این سوال از متأخران اومد. وقتی که فلسفه یونان ترجمه شد، بارها عرض کردم این موضوع رو، وقتی که قاصد خلیفه عباسی رفت پیش قاصد مأمون، پیش پادشاه بیزانس، اجازه خواست کتب فلسفه ترجمه بشه، فلسفه و منطق. اجازه نداد. خاخام بزرگشون که نشسته بود، کاردینال بزرگشون، گفت نه اجازه بدید. گفت چرا؟ گفت این علم در میان هر ملتی که رفته اونو متفرق کرده. برکه علم بشریه، علم بشری در مورد غیب جز اختلاف چیزی نمیاره. علم فیزیک نیست، علم مکانیک نیست، علم مادی نیست، علم طبیعی نیست، علم ماورا طبیعه. فلسفه هم همش از ماورا طبیعه حرف میزنه، ولذا اکثرش بخار میده، همش بخار میده. اون چیکار راجع ماورا طبیعه، برکه میدانش نیست. عقل میدانش مادیاته، نه معنویات. معنویات باید از صاحب معنا گرفت. ولذا وقتی این کتاب ترجمه کردن، تفرق در اسلام شروع شد. و خدا سبحانه و تعالی صفات متعددی داره و این صفات خداوند قبل از اینکه مخلوقات رو خلق کنه این صفات رو داشته. قبل از اینکه این کائنات رو خلق کنه این صفات رو داشته. یعنی خداوند قبل از اینکه کائنات رو خلق کنه خالق بوده. قبل از اینکه کسی رو خلق کنه که بهش عزت بده معز بوده. قبل از اینکه کسی رو خلق کنه که ذلیلش کنه، خارش کنه، مذل بوده. یعنی خداوند سبحانه و تعالی صفات مطلق داشته، از قدیم کامل بوده و با این صفاته که مخلوقات رو خلق کرده. ولذا میفرماید ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى در سوره طه آیه 50. خدا پروردگار ما اون ذاتی است که همه چیز رو خلق کرده و اون هدایت کرده، یعنی یه فطرتی برش گذاشته، هر کسی به اندازه خودش، به طبیعت خودش. ولذا باید ایمان داشته باشیم که آفریدگاری صفت خلقت برای خداوند ذاتیه قبل از اینکه مخلوقات رو خلق کنه. و وقتی که مخلوقات رو خلق کرده، آسمان و زمین رو خلق کرده، این صفتی که درش موجود بوده متعلقش رو وجود آورد. یعنی مخلوقات متعلق این صفتن. و وقتی که استوای خداوند ذکر بشه، یعنی اتمام مرادش، اتمام مراد بر صفاتی که داشته. این صفات متعلق نداشته، مصداق نداشته یا مقدور نداشته، الان متعلق و مقدور پیدا کرده بعد از خلقت، ولی این صفات قبلا داشته. وقتی این صفات رو در بشر ببینیم، مثل بلقیس، وقتی خداوند راجب او میفرماید ولها عرش عظیم، عرش بزرگی داشته. خب این درسته که عرش عظیمه، لیکن نسبت بشر، نسبت به خداوند اصلا این متفاوته. بلکه انسان رو تخت سلطنت نمیشینه مگه که بعد از اینکه چون تختی رو خدا خلق کرده، بعد از اینکه مثلا با قدرت، با جنگ، با جنگ‌های متعدد میره این تخت شاهی رو میگیره. لیکن خداوند اینجوری نیست. ولذا باید متوجه باشیم که استوای خداوند نسبت به استوای مخلوق قسمان متفاوته. و وقتی که استوای خداوند بر عرش هم ذکر میشه، خداوند رو از هر گونه تشبیهی نسبت به مخلوقات منزه میکنیم. ولیس کمثله شیء. پس استواش اتمام امره، امرش صادر شده و وقتی که این امر متحقق شده در وقتی که خودش خواسته، این امر استواه. اما کلمه عرش در قرآن کریم نسبت به خداوند مضاف به اسم ظاهرش میبینیم و یحمل عرش ربک، یا مضاف به ضمیره و کان عرشه علی الماء، یا مضاف تنصیبه
فسبحان الله رب العرش اما یصفون. الشمس، آسمان ها و ببخشید خورشید و مهتاب مسخر کرده. برای چی؟ مصلحت بندگان، مصلحت حیواناتشون، درخت هاشون، گیاهانشون. و هر کدوم از خورشید و مهتاب به تدبیر خداوند عزیز و علیم حرکت میکنند، در جریانند لاجل مسمى، تا روزی که خودش بخواد. همچون در مدار خودشون حرکت میکنند. وقتی که اجل مسمى بیاد، تقدیر خداوند، اون روزی که تقدیر کرده، خداوند این عالم رو جمع میکنه، ها رو از این دنیا به دار آخرت منتقل میکنه. اون وقت آسمان ها و زمین رو میپیچه، مثل کاغذ که من شما میپیچیم. و آسمان رو عوض میکنه، زمین رو عوض میکنه، خورشید و مهتاب همه اینا جمع میشن. و خورشید و مهتاب به آتش انداخته میشن تا کسانی که اینها را عبادت کرده اند حسرت بخورند که چرا ما خورشید پرست بودیم، چرا آتش پرست بودیم مثل زردشتی ها، خورشید پرست بودیم مثل هندوها. در یکی از کشورهای خلیج داشتم راه میرفتم اول صبح، بعد دیدم که یه شخص رو میز نشسته لب دریا، همش راز و نیاز میکنه با خورشید. گفتم چیکار میکنی؟ گفت که از خورشید انرژی میگیرم. از خورشید انرژی میگیرم. گفتم خب انرژی رو از کسی بگیر که خورشید رو خلق کرده. ولذا هر چی که عبادت شده، اینجا البته راجع به خورشید و مهتاب نسه، خداوند اینها رو به آتش میندازه تا خورشید پرستان و ماه پرستان حسرت بخورن، تا بدونن چطوری در گمراهی بودن، چطوری معبودانشون مثل خودشون تو آتش میافته. و اگر بنده ای هم راضی شده باشه، این چنین میشه. عیسی عبادت شده که عیسی راضی نیست. ائمه عبادت میشن در میان شیعیان، ولی ائمه راضی نیستن، اینا این حکم نمیگیرن. اما کسانی که از بزرگان هر دینی راضی به این کار باشند، خودشون هم در آتش خواهند سوخت. الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها. اینجا خداوند از کمال قدرتش و عظیم سلطنتش حرف میزنه. ولذا نباید خدا را فراموش کنیم و دنبال دیگران بریم. و سخر الشمس و القمر. این تسخیر چطوریه؟ خورشید و مهتاب مسخر کرده. این تسخیر اینه که مسخر رو به اراده خودش میکنه، یعنی مطیع او باشید، بر حسب رغبت او، بر حسب اراده او حرکت کنید. از خودتون رأی و هوایی نداشته باشید، بلکه تسخیر ضد اختیاره. مسخر کردن ضد آزاد بودنه. انسانی که مسخره، تسخیر شده، خودش اختیاری نداره. مختار اون کسی است که هر چه بخواد انجام میده. و میدونیم که در احزاب آیه 72 إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما امانتو بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کردیم، امتناع کردن، ترسیدن، ولیکن حملها الانسان. انسان این امانتو هم به دوش کشید، و لیکن این امانتو به خوبی ادا نکرد که ظلم و جهول بود بر خودش. حافظ هم همین مورد میگه که آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من بیچاره زدن. این جبریگری اونو میرسونه، جبریگری حافظ میرسونه. قرعه فال به خودت اختیار دادن
نه که به نام من بیچاره زدن. یعنی اینجا مسئولیت به پای خدا ننداز، تو خودت اختیار کردی این چیزو. انسان امانتو خودش قبول کرده و لیکن این امانتو وقتی که قبول کرده دو نوع، یکی وقت قبولشه، یکی وقت ادایشه. وقت ادا غیر از وقت تحمل امانته. شما به دوستان میگی که من $1000 دارم، میترسم گم بشه، اینا رو با خودت حفظ کن، وقتی که من نیاز دارم اینا رو به من بازگردون. دوستت میگه که خب بده من، وقتی شما لازم داشتید اینا رو من بهت میدم. خب این دوستش صادقه در این وقت که تحمل امانت میکنه، امانت رو به دوش میکشه، در این وقت صادقه. لیکن شرایط که عوض میشه، بعدها در امانت تصرف میکنه، تصرف نادرست میکنه. وقتی که دوستش امانت رو میخواد عاجز از ردش. یعنی پس وقت تحمل، وقت حمل امانت غیر از وقت اداشه. وقتی که امانت رو حمل کرد صادق بود، لیکن برای ادای امانت ضعف به خرج داد. واجبم این بود که از ابتدا میگفت به دوستش میگفت که نه من مثل آسمان ها و زمین گفتن، من نمیتونم، نمیدونم در آینده چه رخ میده. ولذا آسمان ها و زمین از انسان عاقل‌تر بودن، امانت قبول نکردن. وقتی بهشون عرضه شد قبول نکردن، گفتن نه ما مسخریم، مسخر اراده تو هستیم خدای، هر جو خودت میخوایی. کوه ها، آسمان ها، زمین، هیچ کدومشون قدرت انتخاب ندارن، قدرت اختیار ندارن، از خودشون هوا ندارن، شهوت ندارن. ولذا انسان اگر مطیع خدا بشه از فرشتگان بالاتر میره. و ولذا در هیچ جای این خلقت شما فساد نمیبینید جز در زمین. چرا؟ برای که انسان وجود داره. انسان وقتی که این امانت رو متحمل شد، عقل داشت، آزادی رو انتخاب کرد و از این انتخاب و در نتیجه هوایی که داره فساد در زمین شروع شد، فساد در زمین وجود اومد. اما انسانی که به این هستی، در این هستی کار میکنه، به سوی این موجودات میره، اگر آنچنان که خداوند دستور داده بره هیچ فسادی به وجود نمیاد. شرع خدا بر همینه، شرع خدا، دین خدا بر همینه که انسان وقتی زمین رو آباد میکنه بر مبنای دستورات خداوند حرکت کنه. اگه میخواید امورتون مستقیم باشه در آن چیزی که شما اختیار دارید دستور خدا را اجرا کنید. الا تطغوا فی المیزان و اقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان. یه مثال، مثلا در میزان طغیان نکنید، عدالت را رعایت کنید. ببینید که خداوند از شما چه میخواد و اون چرا خدا از شما میخواد اگه اجرا بکنید امور مستقیم میشه. همچنان که بقیه کائناتی که برای شما مسخره مستقیمه، هیچ خللی درش نیست، خلل جز از جانب بشر نمیاد. و برای که این خلل اونجا میاد که ما بعضی از اعمال رو به اختیار خودمون انجام میدیم که مخالف شرع خداست. و اگر وقتی این اعمال رو انجام میدیم شرع خدا در نظر اون باشه، مطابقش عمل کنیم، هیچ فسادی به وجود نمیاد. الا تطغوا فی المیزان. اون وقتی که اعمال ما مناسب هدف از خلقت ماست، مطابق منهج خداونده، و اون وقتی که مثل همه موجودات در یک راستا، در یک مسیر قرار میگیریم. پس فساد از کجا میاد؟ از اختیار خود ما، از انتخاب خودمان شما. خب تا اینجا توقف میکنم، انشاءالله که باقی رو در جلسه
پنجم اگه خدا بخواد. بریم سراغ کلیپ هاتون. آقای عبدالرحمن از شبکه یوتیوب ترجمه ثم استوى علی العرش از زبان استاد عبدالظاهر دایی، مدت 1 دقیقه و 43 ثانیه. بسیار خوب. ایشون الان کجاست؟ افغانستانه یا خارج از افغانستان؟ این کلیپ شما نمیاد متاسفانه. اینجا الله گویا که من در اینترنت یه اشکال کوچکی دارم اینجا، برای که میگه به اینترنت وصل نیست. ثم استوى على العرش، باز الله متعال مستقر شد، استوا نمود به چی؟ به عرش. استوای عرش که است عقیده علمای بزرگ اسلام، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام شافعی، امام مالک و امام احمد ابن حنبل و پیروای از اینا 4 مذهب فقهی بودن، در فروعات فقهی با هم اجتهادات مختلف داشتن. عقیده کلشان یک عقیده است، عقیده قرآن و سنت است. عقیده از چی هست که در این آیات قرآن تشبیه نمیکنیم، تعطیل نمیکنیم، تعویل نمیکنیم، تمثیل نمیکنیم، بلکه میگیم استوای الله بر عرش کما یلیق بجلاله و عظمته. همون قسم است که بر جلال و عظمت الله شایسته است. ما در این تعویل و تشبیه و یا تعطیل این کارها را نمیکنیم و تمثیل نمیکنیم. از همین خاطر اما قول امام مالک رحمه الله است که الاستواء معلوم. چی معنی؟ استواء معنایش معلوم است و معنای استقرار، مستقر شدن. و الکیف مجهول، کیفیتش چه ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ به خاطر که مربوط غیب است. و الایمان به واجب، ایمان امام صاحب مالک رحمت الله علیه میگه که ایمان به واجب است. چرا که در قرآن آمده. و السؤال عنه بدعه، در مسائل غیبی مداخله کردن این بدعه. اینجا واتساپ یک اشکالی پیش اومد، دوباره اومد. بله ثم استوى على العرش، باز الله متعال مستقر شد، استوا نمود به چی؟ به عرش. استوای رحمه الله است که الاستواء معلوم. چی معنی؟ استوا معنایش معلوم است و معنای استقرار، مستقر شدن. و الکیف مجهول، کیفیتش چه ما نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ به خاطر که مربوط غیب است.
والایمان به واجب، ایمان امام صاحب مالک رحمت الله علیه میگه که ایمان به واجب است. چرا که در قرآن آمده. و السؤال عنه بدعه، در مسائل غیبی مداخله کردن این بدعت است، ناروا است. صحابه این گپا را نمیزدن، میگفتن خلاص این مربوط غیب است، ما در مسائل غیبی مداخله نمیکنیم. نوبتی هم باشد آقای هدایت شده هیئتی، نوبتی هم باشد امشب وقت آقای قرقاتی است که این استدلالها را 3 شب پیش در تلویزیون ایران مطرح نمودند. استدلالها سری شمالیدن ها. وهابی ها میگن توسل شرکه، همینطور بگو یا الله یا الله. نه، این اولین دروغه. این اولین دروغی که وهابی میگن توسل شرکه. کجا وهابی گفتن توسل شرکه؟ میگن توسل، یک توسل قرآنی داریم، یک توسل شیطانی و شرکی داریم. خدا آیه هم ذکر کرده فابتغوا الیه الوسیله. اون چرا که شما اسمشو وهابیت میذارید، یعنی اهل سنت و جماعت متمسک ترین افراد روی زمین به قرآن و سنتن و در میان اهل سنت سلفی ها عموما عرض میکنن، نه یک گروه این گروه اون گروه، چون سلفی ها هم اندر سیاسی احزاب متعددی شدن متاسفانه، ولی اینجا منظر عقیدتی حرف میزنم. سلفی ها نسبت بقیه مذاهب اربعه به سنت بیشتر چنگ میزنن. به عنوان مثال ما احناف نصف بخاری رو رد میکنیم نصف بخاری رو برای جشن میگیریم لیکن رد میکنیم، عمل نمیکنیم. مذهب بر چی ترجیح میدیم؟ مذهب رو بر بخاری ترجیح میدیم. سلفی ها اینطوری نیستن. بله، بریم جلوتر. یا الله بگو، یا حسین، یا امام رضا، یا فاطمه، یا زهرا، یا ابوالفضل. نه، واسطه نمیخواد، فقط بگو یا الله. یه حرف وهابی هست. جوابشونه که همه تون یاد خب گیرید و بدون تو دهن وهابی ها اینه. تو قرآن 3 مرتبه گفته یحیی الارض، یعنی خدا زمین را زنده میکند، بهار که میشه درختها سبز میشه. 3 دفعه گفته یحیی. ببین اینجا خلط مبحثه، اینجا خلط مبحث داره میکنه، مادی رو با غیر مادی داره قیاس میکنه. اولا آیه چی میفرماید؟ آیه میفرماید فابتغوا الیه الوسیله و جاهدوا فی سبیله. برای خداوند ابزار بجود، ابزار جستنی است، خواندنی نیست عمل کردنی است. ولذا و جاهدوا فی سبیله، یک مثال از این وسایل و یک مثال از این ابزار و از این توسل رو ذکر کرده، یعنی برای رضای خداوند ابزار بجود، ابزاری که خداوند مشخص کرده. اون ابزار چیه؟ یکی جهاده که شما با اون امام قرآن و کرانتون تعطیلش کردید، جهادتون با مسلمان هاست. یکی از اون ابزارها نماز، روزه، حج، همه عبادت های شرعی توسل به خداونده. اینا وسایل رحمانی است. شیعه و بقیه قبرپرستان این وسایل رحمانی رو با وسایل شیطانی مبدل کردن، ولذا دین رو پر از شرک کردن. ولذا شیعه محترم، خودتون را از شر روحانیانتون نجات بدید که این دعوت همچنان که شامل شما میشه، شامل یهود و نصارا و بقیه ادیان میشه. 3 دفعه گفته یحیی به. چرا ساکت شد؟ کنم اشکال پیش چرا ساکت شد؟ من فکر میکنم که اشکال است. اجازه بدید دوباره از ابتدا شروع بکنم.
وهابی ها میگن توسل شرکه. همینطور بگو یا الله یا الله یا الله بگو، یا حسین یا امام رضا یا فاطمه، زمین سرسبز میشه. پس نه یا حسین یا فاطمه نگو، برای اینکه پیامبر فرمود من استعان به غیر الله فقط اشرک. کسی که به غیر خدا استعانت بجویه شرک ورزیده. در مقابل نسخ که نمیشه اجتهاد کرد که. بله. یحیی الارض داریم، یحیی به الارض هم داریم، یعنی خداوند همه کارش با واسطه. علم نه، اون با اسباب، قوانین و اسبابی را که خداوند گذاشته با واسطه نیست. خداوند نیازی به واسطه نداره، خداوند امر میکنه. بی سواد، جاهل. ولی در زمین قوانینی گذاشته، این قوانین مطیع اوست. هر لحظه بخواد این قوانین میگیره. با خداوند کارا رو با واسطه میکنه. این لفظ لایق خداوند بی ادب. تا چیزی بالقلم خدا آموزش میده. چجوری آموزش میده؟ بالقلم. خدا یاد میده اما قلم هم واسطه. قلم مطیع، واسطه نیست. قلم مطیع امر خداونده. لیکن این قیاس ها همش مع الفارقه. خدا را با مادی با قلم قیاس کردن دلالت بر جهل شماست. خود خدا تو همین قرآن به پیغمبرش میگه واستغفر لهن. ای پیغمبر. بله. نمیدونم این اشکال از این کلیپه یا اشکال از پیش بنده، نمیدونم مشکل در کجاست. آقا استغفر نکه اشکالی نیست. واستغفر لهم در این هیچ اشکالی نیست. طلب استغفار از خداوند که هیچ کسی این را رد نکرده، ولی مشکل در این خلط مبحث های شماست. وهابی ها میگن توسل شرکه. همینطور بگو یا الله یا الله یا الله بگو. سته الان واسه خود خدا تو همین قرآن به پیغمبرش میگه واستغفر لهن. ای پیغمبر در حق این خانم ها دعا کن. خب دعا کردن که نگفت که بگو یا خانمم یا فلان. از خدا میخواد. از خدا خواستن که شرک نیست. این اصلا ذهنش قاطی پاتیه. خدایا خودت هستی ببخش دیگه. میگه نباید واسطه باشه. خدا به پیغمبر میگه واسطه شو، دعا کن. ولو انهم برای که شرف دعای پیغمبر نصیب شما میشه. این به خاطر عظمت پیامبره. و خداوند بعضی ها رو بدون وساطت پیامبر، بدون به قول شما البته بدون دعای پیامبر مغفرت میکنه. ظلموا انفسهم جاءوک واستغفر لهم الرسول. برای که اومدن پیش پیامبر کار اشتباهی کردن، اینجا پیامبر براشون طلب مغفرت میکنه. علتش اینه. در قرآن من فکر میکنم مشکل در این کلیپه. حتی کلیپ هم قرقاتیه. مثل خودش. بفرمایید اعمال پس از ظهور. انشالله که این کلیپ اینطوری نباشه. اینم نمیاد متاسفانه. نمیدونم مشکل از کجاست. آقای هدایت شده هیئتی. منم با شما موافقم آقای علی لور که ایمان از عقل بالاتر است و اگر همه چیز مطابق عقل ما انسان ها باشد، ما الان بهشت و جهنم رو ببینیم. نعوذ بالله خداوند را دیگه دعوت به دین و ایمان در دل مفهوم پیدا نمی کند. و زیبایی ایمان همین است که ما خدا را ندیده و توجه به نشانه ها و آیات به خدا ایمان می‌آوریم. عقل انسان محدود است، چون با وجود این همه پیشرفت هنوز نتوانسته درباره کیهان و هستی با این عظمت یک نتیجه قطعی بگیرد. یک نمونه کوچک. درباره این گروهی که سوال کردید من بارها توضیح دادم
نمیخوام روی این موضوع زیاد وایستم. آقای علی لور ببخشید. آقای عامر هدایت شده: اگه قرار باشه که از مدارس داخل ایران رو انتخاب کنیم برای فراگیری علوم دینی، شما کدوم مدرسه معرفی میکنید؟ و حالا بستگی به درجه تحصیلات شما داره، لیکن مدارس داخل ایران همش استبداد زاده. مشکل اینجاست. اگه بتونی بری پاکستان خیلی بهتره، یا مدرسه الان که معهد علامه احسان رضایی ایرانی قبول نمیکنه بعد از فتنه هایی که ایران درست کرد، حداقل جامعه دراسات به همون منهجه در کراچی، جامعه ابوبکر به همون منهجه، اینا بهتره. مدارس دیوبند بد نیست، لیکن مشکلش در کجاست؟ در صوفیگریشونه، در جمود تقلیدشونه. و مدارس جنوب هم بد نیست، لیکن اخوان برش غلبه داره، اخوان مسلمین برش غلبه داره. آقای سلطان سلیم: تظاهر به گریه کردن آخوند. بله، آخوند کارش، آخوند رافضی کارش تظاهره. یه اشکالی هست، من نمیدونم در کجاست، این کلیپ ها امروز باز نمیشه. اینجا نوشته که شما کامپیوترت به اینترنت وصل نیست، در صورتی که وصله. الان بریم از راه یوتیوب ببینیم چیکار میکنه. پس اشکال از طرف بنده باید باشه. امروز خب دوستان، برای که کلیپ ها رو بذاریم، اگه سوالی بود من جواب میدم. اینجا اشکال رو داریم هنوز. پس من رفع زحمت میکنم خاطر اشکال فنی که هست. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر. هر جا که هستید برای ما مسکینا هم دعا بکنید. خدا حافظ شما باشه.